هیچ وقت فکر نمی کردم این ترکیب اینطوری بشه. ولی وقتی درستش کردم شوکه شدم. خوشمزه و اشتها آور. این دیگه غذا نیست، یه اعتیاده. تا آخر ویدیو با من باش تا راز این طعمو بهت بگم. در ابتدا به گوشت چرخ شده یه پیاز رنده شده اضافه میکنیم که قبلا آبشو گرفتیم. بعد ادویه‌های فلفل سیاه، پاپریکا، فول بیبر و نمک اضافه میکنیم و حسابی ورز میدیم. حالا نوبت کبابی کردن مواد سسه. این سس پایه اصلی این غذاست که خیلی خوشمزه است. بادمجون، فلفل دلمه‌ای، پیاز و یه دونه سیر رو داخل فر قرار میدیم. مدت و درجه فر رو براتون داخل کپشن نوشتم. مواد کبابی شده رو با یه ساطور بزرگ حسابی خرد میکنیم. بعد از خرد کردن مواد کبابی شده اونا رو داخل ماهیتابه میریزیم. یه قاشق نمک، یه قاشق فلفل سیاه و کمی روغن زیتون اضافه میکنیم. حالا نوبت قسمت اصلی غذاست. گوشت چرخ شده رو به صورت استوانه‌های کوچیک در میاریم و روی مواد کبابی قرار میدیم. قرار دادن مواد کاملا سلیقه‌ایه، اما من این طرح رو انتخاب کردم که خیلی قشنگ‌تره. یه طرح قشنگ و اشتها آور. یه چونه خمیر متوسط رو پهن می‌کنیم. خمیر پهن شده رو روی ماهیتابه قرار میدیم. با کمی دقت و حوصله میتونیم این مرحله رو انجام بدیم. روی خمیر کمی کنجد و سیاه‌دونه اضافه میکنیم. ماهیتابه رو به مدت 45 دقیقه با حرارت 200 درجه داخل فر قرار میدیم. یه ترکیب خوشمزه و اشتها آور. حالا تو بگو، اگر جای من بودی میتونستی نبگی؟ این دیگه یه غذا نیست، یه اعتیاده. 90% آدما اینو امتحان نکردن. تو جزو کدوماشونی؟ اگه خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب شو.